कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुजर. خودم یادمه که من در محافل برادرای اهل اونود که میرفتم اونجا باز من میخواندم آهنگایش که او وقتم و یک آهنگ بسیار مشهور بود، یکی کتن هلاخ گذر بود، یکی یک طرف اسکاگر یک طرف میکده. बहुत खड़ा है सफर. گرچه که غزل در افغانستان قبلا هم وجود داشت، غزل سرای از هندوستان و پاکستان مثل خانسر میدی حسن خان، نور جهان، فریده خانم، امانت علی خان که هم کلاسیک میخوندن، غزل طلعت محمود از هندوستان نامده بودن افغانستان، ولی اینا بسیار در یک جمعیت خاص مشهور بودن. ولی سبک غزل هندی را در افغانستان زیاد که عام ساخت. غزلایی که وقتی پنکج جداس خوند، مرحوم پنکج جداس، او راستی واقعا غزل بسیار ساده خوند، حتی در هندوستان هم به ریتم خواند، به ملودیای خواند که بسیار عام پسند بود. ریتم ملودیش مثلا بسیار ریتمای بلند یا بسیار سلو نبود، بسیار تمپویش بسیار پایین نبود، در تمپوی تیز خواند مثلا. و اشعار را خواند، اشعار غزلایی بود که بسیار عام میفهمید به معنایش. थोड़ी दूर साथ चलो. कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो. बहुत खड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो. कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो.